عصر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم مسلمانی که لا اله الا الله میگفت به غیر از الله و مخلوق رکوع و سجده نمیکرد. حتی شخص رسول الله صلی الله علیه و وقتی که بر مردم درس داد برشان گفت که در سابق که بود، در شریعت های سابق سجده چی وجود داشت؟ یک سجده داشت به نام سجده، یکی سجده عبادت بود، یکی سجده احترام. رسول اکرم صلی الله علیه و گفت که اگر در شریعت ما سجده به مخلوق می بود، یعنی سجده احترام می بود، ما برای خانم‌ها میگفتم برای کی سجده بکنن؟ بر شوهر. اما ما اینو نمیگم، چون در اسلام سجده احترام نیست. سجده چی است؟ فقط عبادت است و سجده فقط برای الله میشه. خود رسول الله صلی الله علیه و کسی اجازه نمیداد که در مقابلش چی کنه؟